بکن هر کاری میخوای، بعد نیای مخمو بسای. نگران من نباش، میرم اونجا دیگه. بای. با هزار کبر و غرور شدش از منظره دور، رفت و برگشت نصف شب بدون غم با سرور. نگرفتش انتقام؟ میبینی که سر پام جلومم کوزه نذاشت، خوش گذشتش سر شام. یعنی اذیتت نکرد؟ هیچ جایت نداره درد؟ نه بابا، بود خیلی مرد، پیشنهاد خوبی کرد. خرید آیفون با سود، جای شک دیگه نبود. تحویل 40 روزه میلیونر میشیم ما زود. همه سرمایت پره، کلا رفت سرت خره. بابا لک لک کمپانی شرکتی معتبره، تبلیغشون رو میکرد پریشب قول برره. اینا همش بازیه، شیادی پانزیه، دفتر و دستک و ویلا همه صحنه سازیه. فکر میکنی زبلی گرگی تو وال استریت زیر قیمت کارخونه کی میده جنس در پیت؟ بس برم سند بخوام، نکنه زیرش بزان. به خودت زحمت نده، تو مسیر کانادا. روباهه که فکر میکرد میشناسه راه، هر سری یه جور میافتاد توی چاه. دفعه قبل که رفته بود سرش کلاه، یه مسیج بود از طرف گل محمد پسرمو عبدالله. شما که از این داستان نه نتیجه میگیرین نه پند، پس باشید بیاید من خودم بیت کوین زیر قیمت دارم پیش فروش میکنم، تحویل 40 روزه. به افتخار مردم نازنین کشورم که حقشون از بیت کوین ارزون استفاده